این روایت دیگری هم هست در اینجا، دوستان عزیز اگر نشون بدن، اینم در کتاب بهار الانوار است که از شیخ مفیدشون که واقعا اینو بعد گفت که شیخ مضر، این در کتاب المسائل میگه که اتفقت الامامیه علی ان من انکر امامت احد من الائمه و جحد ما اوجبه الله تعالی له من فرض الطاعه فهو کافر ضال مستحق لخلود فی النار. درست. شیخ مفید در کتاب المسائلش گفته که امامیه اتفاق دارن، یعنی وقتی که در اینجا در کتاباشون میگن امامیه منظور همون شیعیان اثنا عشری است، اتفاق دارن که کسی که یکی از امامان رو انکار بکنه، چون این اماما الله سبحانه و تعالی واجب کرده اونها رو و فرض طاعته، اطاعت از این امام رو الله سبحانه و تعالی فرض قرار داده، پس این انسان چیه؟ کافر هست، گمراه هست و مستحق جاودانگی در آتش دوزخ هم هست. جناب استاد همین روایتی که شما نشون دادین از بهار، من دوستان از کتاب خود آقای مفید نشون میدم، اگر ایزان لطف کنن اینو بیارن. اوایل مقالات آقای مفید، این اوایل مقالات و اینم شناسنامه کتاب که در کجا چاپ شده، دقیقاً در ایران چاپ شده سال 1413 هجری قمری و این هم صفحه 44ش، دقیقاً همون عبارت، این عبارت که جناب استاد انصاری خوندن و اتفقت الامامیه علی ان من انکر امامت احد الائمه و جحد ما اوجبه الله تعالی من فرض الطاعه فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار. دقیقاً این همون عبارت که شما از بهار خوندین که اونم به مأخذ مفید آورده بود، دقیقاً از کتاب خود آقای مفید همون.